مطابق معمول همه رؤسای جمهور در طی 3 دهه گذشته جلسات منظمی رو با رهبر انقلاب دارید برای پیگیری مسائل و معضلات اصلی کشور. قدری از این جلسات بگید در طول بعد از مسئولیت ریاست جمهوری و البته جزئیاتی که تو جلسه اخیر امروز هم مورد بحث و تاکید ایشون قرار گرفت. بنده پوزیده سلام عرض میکنم به روح امام پوسیده و مقام عظمای سوزیده که فکش به زمین دوزیده و پوزش الحق و الانصاف پوزیده. همونطور که میدونید کار اصلی بنده اینه که در سیاست‌های کلی مقام عظما خرگرد میزنم. در دیدار اخیرم خدمت آقا رسیدم، دیدم روی منویاتشون خیمه زده بودن و داشتن طرح‌های هوافضا رو بررسی میکردن. بنده از خدمات دولت براشون گفتم، ناترازی‌ها رو براشون ردیف کردم. مقام عظما هم مثل همیشه با منویاتشون بنده رو مورد نوازش قرار دادن. دعوا هم نداشتیم دیگه، جلسه دوستانه بود. ته خط من گفتم آقا این برق چی میشه؟ راست و ریستش نکنی ملت برق از سفازمون میپرونن ها. عظما گفت بیت کوین رو تعطیل کنیم، گفتم اصلا راه نداره. گفت به لبنان و عراق نفرستیم، گفتم اصلا حرفشو نزن. گفت موشکی و بند و بساط، گفتم اون که اصلا جواب نداره. گفت نیرون انتظامی و پولشو ندم، گفتم اون که اصلا باید در کمال آرامش کارشو بکنه. گفت پس دهنتو ببند، پاشو گمشو برو بیرون. گفتم عظما لااقل یه لامپ بیتو خاموش کن. گفت از این لوسبازی‌ها خوشم نمیاد. گفتم 2 درجه بکش پایین. گفت میان ترازت میکنم و ناتراز. هیچی دیگه. ما هم گفتیم دعوا نداریم که سیاست‌های کلی ده قربون. ممنون از لطفتون آقای دکتر.